الو سلام، خوب هستین؟ یاسمی خانوم، حال شما خوبه؟ یاسمی خانوم، میدونم برای چی باهاتون تماس گرفتم؟ میگم میدونی من برای چی باهاتون تماس گرفتم؟ من از طرف تنهایش زندگیتون آقای یوسف باهاتون تماس گرفتم. ایشون حامله پیغامی خیلی زیبا براتون بودن. خواستم بگن که بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست و قشنگترین روزم روز شکفتنته و خواستن که تولدتونم کلی بهتون تبریک بگن و همچنین یه پیغام خیلی زیبایی دیدم براتون داشتن و خواستم بهتون بگن که از تو گل خونه دنیا میونه تک تک گلها قسمت ما هم در این بود. یاسمین تو شدی گل ما، دوتا چشمات سایه بونه، نمیترسه بام خونه، تا به مژگون بلندت پناه یاسمونه. خضر نازا با سرانگوش روی موهات می نشونم، وقتی لالایی می خونم تو رو تا خواب می رسونم. چشاتو می بره رویا آرزواتو ببینی، توی خواب ستاره ها رو میتونی آسون بچینی. اینم تقدیم شما. خیلی خیلی مبارکتون باشه. خواهش میکنم، امیدوارم لباتون همیشه خندون باشه. با اجازهتون، خدا نگهدار.